اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، خوب گوش کن، میانگین متحرک. این مووینگ اوریجی که ما داریم، ببین خوب گوش کن چی میگه به ما اول باید بفهمیم و بدونیم که آقا این اندیکاتور به ما چی میگه. اصلا ببینید ما اندیکاتورها، تمام اندیکاتورهای ما، ببینید طبق قانونی که گفتیم هر اندیکاتور وظیفه خاص و مشخص خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی هیچ اندیکاتوری کار اندیکاتور دیگر رو نمی‌کرد. ممکنه که این اندیکاتور سیگنال بده و یکی هم سیگنال بده، همشون سیگنال بدن، ولی هر کدوم کار خودشونو می‌کردن. هیچ ارتباطی هم به همدیگه نداشتن، هر کدوم محاسبات خودشونو دارن. حالا این مووینگ اوریجی که ما داریم چی میگه؟ ببین خیلی مهمه. ببین این اندیکاتور به ما میگوید که بازار از الان به قبل، ببین از الان، همین الان به قبل، نسبت به همین الان نزولی یا صعودی بوده. خوب گوش کن، ببین قیمت الان رو 100 وایستاده، 100 عدد 100 وایستاده، میگه بازار نسبت به این عدد قبلا صعودی بوده یا نزولی بوده. خوب گوش کن این چی داره میگه. میگه این ابزار، ببین وظیفه‌ش چیه؟ میگه این ابزار برای یافتن اخطارهای شروع روند جدید و پایان روند قدیم میباشد. میگه چجوری آخه؟ چجوری میخواد به من مووینگ اوریج، چجوری میخوادش بیاد به من سیگنال بده که آقا جون شروع بکنم تموم بکنم؟ چجوری میخوای این کارو بکنی مووینگ اوریج؟ یا خیلی ساده، راهش یاد بگیری، خیلی ساده هستش. باز بشه انشالله. اینه باز شد. خب اینو صفر میذارم، تو حالت صفر هستیم ما که اینا روش بود. نمودارمون هم نمودار طلا 1 ساعت است. میگه آقا مووینگ اوریج میخوای بندازی، برای مووینگ اوریج انداختن چیکار بکنی؟ اینها میای اینجا تو قسمت ترند مووینگ اوریج انتخاب کن، یه مووینگ اوریج. هر مووینگ اوریجی که دلت بخواد بندازی، هر مووینگ اوریج 4 تا دونه پارامتر داره. خوب گوش کن، 4 تا پارامتر داره. این پارامترها چی ان؟ چجوری عمل میکنن؟ من یک به یکشو واسهتون بنویسم ببینید اصلا یعنی چی این پارامترها، چی ان، به چه صورت عمل میکنن. خب وقتی داریم در مورد مووینگ اوریج صحبت میکنیم، قسمت اولی که باز میشه پارامتر. این پریودی که اینجا نوشته یعنی چی؟ یعنی تعداد کندل‌های مورد بررسی. یعنی چی؟ یعنی شما اگر تایم فریم 1 ساعت است، این پریود روی 9، یعنی 9 تا کندل قبلی. اگر این پریود روی 10 یعنی 10 تا کندل قبلی. 20 یعنی 20 تا کندل قبلی. خب یه قسمت داره بهش میگه MA متد، روش محاسبه میانگینه. این میشه روش محاسبه میانگین متحرک. 4 تا حالت داره اینجا، شما 4 تا حالت. یه دونه هم اپلای داره. این اپلای یعنی چی؟ میگه آقا من میانگین کلوزا رو به دست بیارم، اوپنا رو به دست بیارم، هایا رو به دست بیارم، لوا رو به دست بیارم، چیا رو به دست بیارم. من یک به یکشون رو واسهتون میارم که ببینید چی. خب وقتی که اینجا میزنیم میگه آقا متدا چیه؟ میگه آقا من 4 تا متد دارم. خوب گوش کن، متدو که باز میکنیم 4 تا متد باز میشه. خب اینجا عکس اون رو نمیتونیم بگیریم. 4 تا متد باز میشه. ببین این متدای ما چیا هستی؟ وقتی متد رو من باز میکنم، یه متد داره سیمپل، یادداشت بکنید. سیمپل یعنی ساده. بنویسید سیمپل یعنی ساده. اکسپوننشیال یعنی لگاریتمی، میانگین لگاریتمی. اسموتد یعنی لگاریتمی وزنی. لگاریتمی وزنی. لینیر ویتد یعنی ساده وزنی. ببین پس 4 تا حالت داره، یا سیمپلی، یا اکسپوننشیالی، یا اسموتی، یا لینیر ویتد هستی. اسموت یعنی چی؟ یعنی آقا لگاریتمی که وزن بهش داده شده.
لینیر ویتد یعنی چی؟ یعنی آقا جون نمودار ساده ای که اومده بهش وزن داده شده، اونم از اون. خب تا این قسمتی که هست میزونه کانکشنمون درسته. اینم من کوچیکش بکنم اینجا که قشنگ کانکشنم داشته باشم، من ببینم چی به چی هستش وضعیت. خب حالا باز دو مرتبه این مووینگ اوریجی رو که ما خواستیم انتخاب بکنیم تو این قسمت مووینگ اوریج رو اینجا که میزنی شما چه چیزایی دیگه داره؟ میگه آقا من رو کجا بندازم، رو چی حساب بکنم، مووینگ اوریج رو برای چی حساب کنم؟ این دکمه رو که میزنی میگه آقا من رو کلوزا محاسبه کنم. ببین کلوز داره، یعنی برم فقط کلوزا رو با هم جمع بکنم، بیام اوپنا رو با هم جمع بکنم، برم های ها رو جمع و لو کنم، لوها رو بیام باهاشون بررسی بکنم، یا اینکه نه بیام های و لو رو تقسیم بر دو بکنم، یا اینکه تیپیکال پرایس های و لو و کلوز هر کندل رو میادش با هم دیگه جمع میکنه تقسیم بر 3 میکنه، یا اینکه های و لو و کلوز رو جمع میکنه تقسیم بر 4 میکنه. این میشه نوع انتخابش. حالا پس یه دونه مووینگ اوریجی که میخوای بندازی شما و خیلی مهمه، ببینید این رو هم یادداشت بفرمایید، این رو هم بنویسید که بالای 80% تمامی اندیکاتورها و اسیلاتورهای ساخته شده، بالای 80% تمامی اندیکاتورها و اسیلاتورهای ساخته شده از ترکیب مووینگ اوریج های مختلف به دست آمده است. پس اگر ما به خوبی مووینگ اوریج ها را یاد بگیریم به راحتی می توانیم از بقیه اندیکاتورها یا اسیلاتورها استفاده کنیم. خب بریم سراغ این قسمتی که نوشتارمون بودش، ببینید چی هستش. خب میگه وقتی میخوای از مووینگ اوریج استفاده بکنی، خب گوش کن 4 تا پارامتر داره. پارامتر اول میگه آقا چه تعداد کندل یا بار هستش که ما اسمشو گذاشتیم این چی شدش؟ پریودش شد، مدت زمانی که میخوادش استفاده بکنه. یعنی شما 5 تا کندل، 10 تا کندل، 30 تا کندل، 70 تا کندل، چند تا کندل رو میخواد؟ این سوال بود که من از جناب آقای عظیمی پرسیدم. آقای عظیمی چند تا کندل؟ 10، 20، 30، 50؟ این از کجا رفتی در آوردی برادر من؟ رو چه منوالی انتخاب کردی؟ این میشه آقا جون بر اساس نوع کالا، تایم فریم، نوسان بازار. 3 تا پارامتر داره که من بگم آقا این چه تعداد کندل رو بررسی بکنیم داستان داره. آقا جون کدوم کالا رو دارم بررسی میکنم، تو کدوم تایم فریم هم هستم من تایم فریمم چیه؟ تایم فریمم 1 دقیقه است یا دیلیه؟ کجا رو من دارم میرم بررسی میکنم و چه مقدار بازارمون نوسان داره؟ یه بازار پرنوسان مثل بیت کوینی، یه بازار کم نوسان مثل USD/JPY هستیم. کجا هستیم و کدوم بازاری؟ خب بعد میگه آقا با چه فرمولی محاسبه شود که اون میشه اپلای. این قسمت اپلای بودش. میگه آقا اپلای بکنم روی چی؟ اپلای رو چی بهت بدم؟ روی خطی بهت بدم، این میشه سیمپل. روی لوگاریتمی بهت بدم، اکسپوننشیال. خطی وزنی بهت بدم، لینیر ویتد. خطی نمایی بدم، اسموتد. بعد آیتم بعدی آقا کدوم قسمت از بار مورد بررسی قرار بگیره؟ کدومش باشه؟ یه آیتم دیگه ما داریم اینجا تو همین مووینگ اوریج که شیفته، بهش میگن شیفت. آقا این مووینگ اوریج من پیشرو باشه، یعنی جلوی نمودار بیفته یا پشت نمودار بیفته. ببینید واسه اینکه همینجا رو متوجه بشید من این پریودی که هستش رو ثابت نگه میدارم، یه ام آی سیمپل میندازم روی کلوز با رنگ آبی. ببین این شدش چی؟ این شدش سیمپل کلوز رو آبی. میام یه مووینگ اوریج دیگه اضافه میکنم، باز مجددا یه مووینگ اوریج دیگه میذارم. این دفعه این مووینگ اوریج هم همون 9 ها، ولی به جای سیمپل میام اکسپوننشیالش میکنم، رنگشو میذارم قرمز.
این شد اکسپوننشیالش. میام همینجا مجددا باز یه مووینگ اوریج دیگه استفاده میکنم، همون 9 باشه، به جای اکسپوننشیال میذارم اسموتد، رنگش هم میذارم زرد، اینم اسموتد. یه دونه دیگه هم میام اضافه میکنم همینجا باز مووینگ اوریج. این مووینگ اوریج هم به جای اینکه این دفعه اسموتد باشه لینیر ویتد میذارمش، رنگش هم به جای زرد میذارم بنفش. ببین 4 تا مووینگ اوریج همشون روی 9 تا کندل قبلی بررسی شدن، همشون هم رو کلوزن، ولی ببین شکلشون چقدر فرق میکنه. زرده اسموتد بودش، این آبیه‌ای که داشتیم ما سیمپل بود، قرمز اکسپوننشیال بودش، این بنفشه هم چی بودش؟ لینیر ویتد بود. عکسشو بگیرم براتون رو عکس توضیح بدم، اسمشون رو بنویسیم. پس این آبی که اینجا داشتیم سیمپل بود، این قرمزی که داریم اینجا اکسپوننشیال هستش، این زرده که داریم اسموته، این بنفشه‌ای که داریم اینجا لینیر ویته. 4 تا. ببین هر کدوم بر اساس محاسباتشون خیلی مهم است که من کدوم رو انتخاب کنم، چه محاسبه‌ای رو بذارم روش. اینم گفتم بستگی داره به اون کالا و نوساناتی که داره. خب حالا برگردیم دو مرتبه رو نمودارمون. ببین همین نموداری که اینجا داریم، رو همین نمودار میایم اینجا، رو همین نموداری که هست میگم آقا میام همه اینایی که هستش. ببین الان همه اینایی که هستش سر جای خودشون، من میخوام عدداشو عوض کنم ببینید چجوری نمودارش تغییر میکنه. اینا همشون رو من میکنم، این اسموت بود میذارمش سیمپل، به جای اینکه رو کلوز باشه میذارمش رو اوپن، میذارمش رو اوپن. ببین اسموته، این آبیه هم اسموته، ولی چجوری اومده رو کجا قرار گرفته اینجا؟ این سیمپل شد. ببین نمودار یکیه، 9 سیمپل رو اوپن اومدهش. آبیمون چیه هستش؟ این آبیه چیه؟ میگه آقا آبیه سیمپل 9 رو کلوزه. این بنفشه رو میخوام بذارمش سیمپل، همون سیمپل باشه، عددشو دست نذارم، سیمپل میذارم. به جای کلوز میخوام بیام بذارمش رو چی؟ روی های بذارم. ببین چه اتفاقی میفته، این رفت رو هایا. این قرمز رو میخوام بذارم رو لوا، میگم آقا این قرمز رو میخوام بذارم همون سیمپل باشه، بندازمش رو لوا. این است. از این آبی که اینجا هستش اومده چی رو بررسی کرده؟ یا اوپنا رو بررسی کرد، کلوزا رو بررسی کردم، زرده اوپنا رو بررسی کرده، یکی های یکی لو. ببین تغییر در این مقادیر هم باز این مقدار مووینگ اوریج من رو جابجا میکنه. تغییر در این موارد هم مووینگ اوریجمون رو جابجا میکنه. یه آیتمی داریم به نام شیفت. میگه آقا شیفت یعنی چی؟ ببین شما میتونید این نمودار قرمزه که هستشو الان دوست داری 5 تا کندل جلو بیفته، اینجا مینویسی 5. ببین 5 تا میبرتش جلو، 5 تا جلوتره، یعنی الان از اینجا بگیری تا اینجا دقیقاً 5 تا کندل. یا اینکه نه، میتونی بیای یه نمودار بگیری ببریش عقب، منفی بذاری، بگی منفی 6 بکنین، 6 تا ببریش عقب، این 6 تا کندل قبلی رو بهت میده. پس با استفاده از این پارامترهایی که داره من مشخص میکنم که یک، آقا اصلا چند تا کندل رو بررسی کنم. ببین الان آبیه 9 بود، من آبیه رو میذارم 50، الان میگم 50 کندل قبل رو بررسی کن واسه من. ببین رفت میانگین 50 تا کندل قبلی رو بررسی کرد. میام عددش رو عوض میکنم، میگم آقا عددش رو مثلا اینجا میانگین متحرکی که ما داریم روی هر کدومش وایسی یه دونه بزنی عددش رو میاره، وایسی یه دونه کلیک راست بکنی کلیک چپ بکنی میگه 50. نمیخوام، مثلا میخوام عددش رو بذارم 3. ببین الان چجوری میشه، اومدش روی 3 قرار گرفت. وقتی که عددش رو جابجا میکنی یعنی 3 تا جابجا بشو. 50 تای قبلی رو بررسی کن، بیا 100 تا 1000 تای قبلی رو بررسی کن، بیا 200 تای قبلی رو بررسی کن. اینطوری هستش که شما مشخص میکنی به صورت دقیق که آقا چند تا قبل رو بره بررسی بکنه، چند تای قبلی رو بره نگاه بکنه. این مسئله مهمیه که ما داریم.
یا من چند تا قبلی رو برم بررسی بکنم، میگه انقدر قبلی رو برو بررسی بکن. خیلی ساده، خیلی راحت، بدون اینکه بخوای درد سر بکشی، اذیت بشی. گرفتی تا اینجا چجوری شد؟ من سوال میپرسم. خب جناب ستاری جواب بده. جناب ستاری شما میکروفون تو بس کن صحبت کن. آقای ستاری این پریودی که ما اینجا نوشتیم یعنی چی؟ یعنی تعداد کندری که قبلش رو توی مووینگ اوریج رو حساب کن. آها. این MA متد یعنی چی؟ این روش محاسبه رو داره تعیین. بر اساس چی اینو انتخاب میکنی؟ بر اساس چی این انتخاب میشه که آقا سیمپل باشه، اکسپوننشیال باشه یا اسموت یا لینر؟ بر اساس نوسانات بازار. بگو. بر اساس نوسانات بازار. یه بار دیگه بگو. بر اساس نوسانات بازار. آها. هرچی نوسانمون بیشتر باشه، نموداری که میخواد رسم بکنه محاسبه من باید دقیق تر باشه یا اینکه نه خیلی دقیق نباشه؟ باید دقیق تر باشه. میگی بستگی داره. میگی آقا بستگی داره من بخوام نوسانا رو پوشش بدهم یا ندهم. خوب گوش کن. بستگی به چی داره پس؟ به پوشش دادن نوسان یا ندادنش. که شما دلت بخوادش که نوسانا رو پوشش بدی یا ندی. پس یادداشت میفرمان، همه دوستان مینویسن. انتخاب متد مووینگ اوریج، انتخاب متد مووینگ اوریج به این موضوع برمیگردد که آیا ما میخواهیم نوسانات بازار پوشش داده شود، داخل پرانتز حذف شود، پرانتز بسته، یا اینکه این نوسانات در نمودار و در محاسبات ما مورد بررسی قرار گیرد. خب جناب آقای موسوی میکروفونتون رو وصل کنید لطفاً. در خدمت هستم. خدمت از ما. آقای موسوی انتخاب متد پس بر اساس چی شد؟ انتخاب متد بر اساس نوسانات بازار متد انتخاب می‌کنه و اینکه چقدر می‌خوایم نوسانات رو پوشش بدیم. احسن. یعنی اگر شما خواستی یک نوسانی رو پوشش بدی از اینا انتخاب میکنی که من درس میدم بهتون. خب ممنونم ازتون. جناب سیفی لطفاً بس بشید. جناب سیفی. سلام. سلامت باشی قربان. جناب سیفی این اپلای تو به چی بستگی داره؟ اپلای تو نیازی که ما داریم ببینیم نوسان و کندلی که میخوایم محاسبه بکنیم چه مقطع کلوزش رو بگیریم یا نه میخوایم های لو یا اوپنش یا کلوزش رو تقسیم بر 4 بکنیم، میانگین کندل رو در نظر بگیریم. این میگه آقا چه نیازی داریم؟ آفرین بگو. به نوعی نیاز نوسانی اون بازار آیا هیجانی هست یا نیست اون مقطع؟ نه اینو شما تایید میکنی. میگه آقا من میخوام اوپن کلوزان بررسی بشه یا های و لوام بررسی بشه. اینو شما میگه آقا من یه جا نیاز دارم میخوام ببینم هایا چقدر در بوده، میانگین هایا چقدره. یه جا میگه نه میخوام ببینم میانگین لوها چقدره.
اینو شما مشخص میکنید، بسته به استراتژی که شما داری اینو مشخص میکنید. درسته؟ بله درسته. احسن بسیار عالی، ممنونم ازتون. خب حالا بیایم سراغ ادامه درسمون. میگه آقا این مووینگ اوریج مانند یک مانیتورینگ برای بررسی قیمت نسبت به کجا؟ نسبت به گذشته می باشد. یعنی هر چی داره به تو میگه در مورد گذشته است، نه در مورد آینده. یه دونه از این کلا کابینت بیار. هر چی داره بهت میگه در مورد گذشته است، در مورد آینده چیزی نمیگه. ما میریم تشخیص میدیم. حالا چطوری؟ میگه آقا این میانگین متحرک به این شرایط با این سبک فرمول محاسبه میشه. میگه 4 تا فرمول داره. میگه آقا سیمپلش این هستش که قیمت ها رو میگیره، اون قیمتی که خواستی، مثلا کلوز رو خواستی، میگه 10 تا کلوز قبلی رو میرم جمع میکنم با هم، عددش رو تقسیم بر 10. قسمت اکسپوننشیال یا EMA بهش میگیم، به این میگیم SMA. این اسمش هستش SMA، میبینی نوشته در کل بهش میگن SMA، Simple Moving Average. اکسپوننشیال یا لوگاریتمی رو بهش میگن EMA. خب یه دونه اسموت مووینگ اوریج داریم ما، SMAA میگه، ما همون اسموت میشناسیم. یه دونه LWMA داریم یا لینیر ویتد هستی. 4 مدل سبک فرمول محاسبه داره که شما میتونی انواع و اقسام فرمولا رو واسش بنویسی، ولی این 4 تا سبکشه. خب چجوری چی داره به من برمیگرده میگه، چجوری محاسبه میشه؟ خوب گوش کن. میگه آقا اگر شما خواستین نورمال خواستی بیایید بررسی بکنی گذشته رو، میانگین رو بررسی بکنی و خیلی نخواستی مته به خشخاش بذاری، در حالت نورمال از این استفاده میکنی. وقتی که نورمال استفاده میکنی، نورمال 50-50، یعنی آقا نمیخوام میخوام نوسانا رو داشته باشم، هم میخوام نوسانا رو نداشته باشم. خوب گوش کن. پس نورمال چجوریه؟ یه حالت عادی میای سیستم عادی رو بررسی. اکسپوننشیال کی استفاده میکنی؟ میگیم آقا میخوام یک مقدار نوسانات رو پوشش بدم، یعنی محاسبات من نمیخواد تمام ریز نوسانات رو بگیره. میگه آقا جون ببین اینجا میگه 50 نوسان باشد، 50 نوسان نباشد، 50%، 50%. وقتی میای اکسپوننشیال استفاده میکنی، اکسپو چی داره برمیگرده میگه؟ اکسپوننشیال میگه آقا جون این نوسانات رو یه مقدار کمش بکن واسه من. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا بیا اینجا اینو بکنه 60، اینو بکن 40. یعنی یه جایی که من نمیخوام خیلی نوسانات رو درش بیارم قرار بدم، اکسپوننشیال استفاده. اسموتد کی هستش؟ اسموتد میگه آقا اسموتد موقعی هستش که من میخوام که نوساناتم خیلی کم باشه، یعنی نوسانات رو در نظر نگیره. یعنی بیایم 80% نوسانات رو در نظر نگیر، 20% نوسانات رو در نظر. لینیر ویتد نقطه مقابلشه، میگه آقا 80% در نظر بگیر، 20% در نظر نگیر. حالا ببینید چجوری محاسبه می شود. من نمیخوام وارد قسمت محاسباتش بشم، درس ریاضی نمیدیم ما اینجا، میخوام ازش استفاده بکنم. چجوری برمیگرده؟ میگه آقا اینجا نگاه کن، الان این نمودار ببین، این نمودار الان این نمودار چند دقیقه هستش. ببین همین نمودار من میخوام فقط 2 تا دونه چیز رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. ما اینو دیلیتش میکنم، این بنفشرم من دیلیت میکنم با اجازهتون. همین زرد و قرمزه. تایم فریم هم الان H1. ببین تو تایم فریم H1 شما تقریبا نمودار سالمی رو داری. خب میگه آقا جون من میخوام بیام این زرده که هستش رو بیام چیکارش بکنم، اینم 0 باشه، این هر دوشون 0 باشه، اینم 0 باشه. سیمپل باشه رو کلوز. میخوام سیمپل بررسی بکنم اینو، این خیلی نوساناتش، این زرده که داره نشون میده خیلی نوسانات رو نمیخوام توش بگنجونم. ببینید چقدر نزدیک به قیمت حرکت میکنه، نزدیک به قیمت.
حالا اگه من بخوام نوسانات قیمت و این بالا پایین رفتن سریع رو خیلی در نظر نگیرم، میگم آقا کار نداره که رو همون کلوز بذار، 9 هم بود اینم 0. میگه نمیخوای نوساناتش بشه بذار تو حالت اسموت. ببین دیگه خیلی مثل این نمیچسبه به قیمت حرکت بکنه، فاصله داره، از قیمت فاصله داره. یکی میگه که آقا جون من اگر بیام همین سیمپل رو، ببین سیمپل هستش اینجا، من بیام لینیر ویتد بهش اضافه بکنم، یا اینکه بیام مثلا یه دونه بهش اکسپوننشیال اضافه بکنم، یا یه دونه اکسپو اضافه بکن، اینم بذاریمش آبی، یه دونه اکسپو آبی اضافه بکن. ببینی نزدیک هستش به این زرده ولی خیلی به قیمت باز نمیچسبه که از قیمت یه مقدار فاصله داره. اینا نحوه محاسبش هستش. این تا اینجا رو متوجه شدی چی به چی شدش؟ پس آقا من سیمپل عادیه، اکسپوننشیال میخوام یک مقدار بیام از قیمت فاصله بگیرم، نمیخوام بره بچسبه به قیمت. یه موقعی هم هستش که اینجایی که دارم بهت نشون میدم فرض کن این قرمز رو من بیام بکنم اسموت بوده، ببین چقدر در فرق میکنه. الان من اینو بکنمش لینیر ویتد، ببین یهویی چقدر در فرق میکنه. ببین شد لینیر ویتد، ببین رفت چسبید تو قیمت. حالا این کجا به دردم میخوره؟ ببین این کجا به دردم، موقعی که من نوسان زیاد دارم به دردم میخوره. ببین تو H4 که من بخوام بررسی بکنم، تو H4 خیلی این به کارم نمیاد. من بسته به تایم فریمی که میخوام، بسته به کالایی که میخوام استفاده کنم مهمه که کجا میخوام ازش استفاده بکنم. پس از اسموت یادداشت بکنید، به این صورت بنویسید: از نمودارهای، جواب میدم جناب دقیقی، از نمودار سیمپل به صورت بررسی ساده و راحت استفاده میکنیم. اکسپوننشیال زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم کمی از نوسانات را پوشش دهیم. از اسموت زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم مقدار زیادی از نوسانات را پوشش دهیم. و از لینیر ویتد زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم همه نوسانات رو در نظر بگیریم. جناب دقیقی سوالتو بپرس. استاد ببخشید من سوال نداشتم، خانم رضاپولی میخواستن اکسپت بشن. وصلش کردن. ممنون. جناب جلالی شما بپرس. اسموتو بالاتر گفتیم وقتی میخوایم 80% نبینیم استفاده میکنیم. آره دیگه، نمیخوای ببینی. الان اینجا گفتیم که اسموت وقتی استفاده میکنیم که مقدار زیادی از نوسانات رو میخوایم پوشش بدیم. یعنی پوششش بدیم دیگه. یعنی به جای پوشش بنویس آقا جون در نظر نگیریم. پوشش دادن یعنی اینکه در نظر نگیریم. ادبیات من اینجوری بوده. ایجاد شبهه کرده. ببین وقتی نوسانات رو نمیخوای بگیری اسموت، میخوای نوسانات نرمال باشن سیمپل، میخوای همه نوسانات رو ببینی در نظر بگیری، لینیر. به این صورت خب میگه نحوه بهینه کردنش چطوری؟ ما چجوری بهینه میکنیم؟ قوانین مووینگ اوریج قانون داره. قانونش چیه؟ میگه اگر میخوای از مووینگ اوریج سیگنال بگیری، سیگنال های ورود حداقل به 2 تا مووینگ اوریج نیاز داری. میگه شما اگه بخوای سیگنال بگیری به 2 تا مووینگ اوریج نیاز داری، ولی در بهترین حالت میتواند تعداد آنها ضرایبی از اعداد فیبوناچی باشه. میگه پس آقا اگر میخوای شما سیگنالی رو بگیری
حداقل برای گرفتن سیگنال 2 تا، حالا عدد فیبوناچی چیه؟ 2 3 5 8 13 21، اینا عدد فیبوناچی هستش. میگه اگر میخوایم با مووینگ اوریج کار کنی حداقل 3 تا مووینگ اوریج با فرمول یکسان ولی در پریودهای مختلف استفاده میکنیم. 4 9 18 5 13 21. حالا میریم سراغ اینه که چجوری استفاده میشه. بریم ببینیم چجوری من بیام از مووینگ اوریج استفاده بکنم. الان جناب آقای میرزایی، آقای میرزایی میکروفون تو وصل کن. سلامت باشی. من الان میام اینجا مووینگ اوریجی که میخوام بندازم مدت زمانش 14، تایم فریممونم 15 دقیقه است. ببین این بالا تایم فریم 15، M15 میبینی دیگه، این 14. این یعنی چی؟ یعنی بازار نوسانات زیادی داره، چون باشیم روی M15 14 هم که گذاشتیم، یعنی رو 14 تا کندل قبلی داره حساب، یعنی 4 تا 15 تا قبلی داره حساب. احسن. وقتی میگم کلوز یعنی چی؟ اپلای کن رو کلوز یعنی چی؟ کلوز اوریجی که داره میگیره روی 14 تا کندل قبلی، روی کلوزاش داره اوریج میگیره برای ما. خب حالا نگاه کن، ببین خوب گوش کن. الان عدد قیمت 1723 هست. مووینگ اوریج عددش چنده؟ مووینگ اوریج عددش 1722. این چی داره به من میگه الان؟ چی داره میگه الان؟ اینجا من چه چیزی رو میتونم بگم؟ چی داره به من میگه؟ با توجه به اینکه ما اومدیم از کلوز های گرفت خوب گوش کن ببین چی داره میگه بهم. ببین این داره اینو به من میگه. بنویسم واسهتون قشنگ، این معنیش خیلی مهمه. این بود مووینگ 14. مووینگ 14 روی کلوز. اینم قیمت الانمون هستش، پرایسه. وقتی من اینو میبینم چی میگم؟ ببین میگم آقا قیمت الان از کلوز 14 تا کندل قبلی بیشتر است. خیلی راحت. الان این شکل میگه چی؟ میگه آقا جون این مووینگ 14 رو کلوز بوده، الان قیمت من چجوری هستش؟ میگه آقا این قیمت 1724، این 1722، این 1724. چی داره بهت میگه؟ میگه آقا قیمت همین الان قیمت نسبت به 14 تا کندل قبلی بیشتره یا کمتره؟ میگه آقا الان قیمت از این تعداد کندل قبلی چی شده؟ قیمت بالاتر از این کندل‌های قبلیش قرار داره. همین یه چیز خیلی ساده داره بهمون. اگر این اوپن بوده چی میگفت؟ اگر من این رو اوپن انداخته بودم چی میشده؟ اگر رو اوپن بود اون وقت میشد قیمت الان از اوپن 14 تا کندل قبلی بیشتر است. خب بیام اینجا برگردیم رو نمودارمون. این الان رو اوپن بوده، رو کلوز بودش. من اینو میام میندازم رو چی؟ میام میندازمش روی های میندازم. روی هایا میندازم. چی برمیگرده میگه الان بگو جناب میرزایی الان چی میگه؟ بعد مثلا به های 14 کندل قبل قیمت پایین تره. میگه آقا قیمت همین الان از های 14 تا کندل قبلی الان رفت بالاش، اومد پایینش. گرفتی چی میگه؟ کامل متوجه شدی؟
بله. بسیار ممنونم ازت جناب زرودی وسپانه. خواهش میکنم جناب زرودی. من الان میام این 14 بودش، سیمپل بود، اینو میخوام بکنمش اسموت. در چه زمانی اسموتش میکنم؟ من که نمیخوام نوسان رو بررسی. ببین نه، میخوام نوسانهایی که دارم رو کمتر مورد محاسبه قرار بده. یعنی اگر من الان این خط اینجا قرمزه هستش، من این خط قرمزه رو میام اینجا الان اسموتش میکنم. ببین یهو افتاد این پایین. این چیکار داره میکنه؟ میگه آقا من نوسانات یعنی اینجوری تیک تیک زده، من اینا رو میام چشم پوشی میکنم از نوسانات زیاد. اگر اینو بخوام چشم پوشی نکنم بعد رو چه حالتی قرارش بدم جناب زرودی؟ لینر. رو حالت لینر. ببین وقتی لینر میذارمش چی میشه؟ میام اینجا لینرش میکنم. وقتی لینر میذارمش چه اتفاقی میفته؟ ببین همه اینها رو میاد پوشش میده. الان قیمت چی داره میگه؟ الان قیمت چی داره میگه با این مووینگ 14 که داری؟ اوپن بوده کلوز رو های بود. میگه که قیمت الان از میانگین های 14 کندل قبل بیشتره. خب بسیار عالی. خب حالا ببین میخوام بریم با این استراتژی معاملاتی بسازیم. ببین یه چیز خیلی ساده میخوام بریم یه استراتژی معاملاتی بسازیم باش. یه استراتژی معاملاتی من الان براتون درست میکنم خیلی راحت. من میگم که آقا من میخوام اینو بذارمش 5، حالتش هم میذارم سیمپل، روی حالت کلوزم میذارم. اوکی، رنگش باشه زرد. این زرد رو کلوزا رو گذاشتیم زرد. آقا این زرد. این الان چی داره به من برمیگرده؟ میگه جناب آقای مرتضایی جواب بده. جناب مرتضایی جواب بده. این چی میگه الان؟ استاد میگه که قیمتی که الان هست از میانگین تعداد کندل‌های قبلی که توی مووینگ اوریج انتخاب کردیم بیشتر هست. یه بار دیگه بگو چی میگه؟ میگه قیمت میانگین. ببین میگه این مووینگ چند بودش؟ مووینگ 14 کلوز بودش. میگه قیمت الان از کلوز میانگین 14 تا کندل قبلی بیشتر است. چی میگه؟ یه بار با من بگو. میگه قیمت، بگو با من بگو خانم مرتضی. خانم مرتضی بگو. قیمت الان از میانگین کلوز 14 تا کندل قبلی بیشتر است. آفرین. حالا اگر من بیام اینجا این به جای اینکه کلوز بودش، این امایی که داریم الان 5، من به جای اینکه رو کلوز بندازم میذارمش روی های. اون موقع چی میگی؟ میگیم که قیمت از میانگین های 14 کندل قبلی بیشتر میشه. 5 تا البته اینجا میانگین رو 5 گذاشتیم. قیمت از میانگین های 5 تا کندل قبلی بیشتره. احسن. خب این تا اینجا ممنونم ازت. کسی با این ادبیاتی که دارم بهش میگم مشکلی داره یا نداره؟ من اینو میام میذارمش رو کلوز. اوکی این شد کلوز. حالا تو همین جا میام یه مووینگ دیگه اضافه میکنم. ببین من میام اینجا یه مووینگ اوریج دیگه اضافه میکنم. این مووینگ اوریجمون میذارم 6، اون 5 بود، اینو میذارم 6. به جای سیمپل هم هست، به جای اینکه رو کلوز باشه میذارم رو اوپن. رنگش هم میکنم قرمز. خوب گوش کن، رنگش قرمز شد.
چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا بیایم برگردیم چی میگیم ما. خوب گوش کن چی برمیگردیم میگیم. بعد عکس بگیرم رو عکس توضیح بدم براتون. این زرده چی بود؟ این زرده میانگین کلوز 5 کندل قبلی بود. این قرمزه چیه؟ میانگین اوپن 6 کندل قبلی بود. آقا اگر کلوزها بالای اوپن باشند یعنی بازار صعودیه یا نزولیه؟ اگر کلوزها بالای اوپن باشن، کلوزها بالا باشن اوپنها پایین باشن، یعنی بازار صعودیه یا نزولیه؟ یه تعریف ساده دیگه. صعودیه. آفرین، صعودیه. حالا اگر کلوزها پایین اوپنا باشن یعنی چی؟ وقتی کلوزها زیر می افتادن می گفتیم آقا کندل نزولی می شد. حالا فکر کن میانگین این کلوزها افتاده زیر اوپنا، میگیم بازار چی میشه؟ نزولی میشه. میگیم بازارمون نزولی میشه. حالا همینو میخوایم ببینیم باهاش کار بکنیم. الانی که اومده اینا تقاطع دادن، این تقاطعه ببین کلوزا رفت بالای اوپنا، یعنی که آقا بازار بای شد. اینجا چی؟ اینجا کلوزامون بالا، اینجا کلوزامون کجاست؟ بالای اوپنا بایه. اینجا رو نگاه کن کلوزا کجا افتاده؟ زیر اوپنا افتاده. بازار چی میشه؟ سل میشه. پس شما میتونی با یه مووینگ اوریج ساده، 2 تا مووینگ اوریج ساده رو که بندازی بدون اینکه هیچ چیزی نیاز داشته باشی. این فرکتال من اینجا بردارم، فرکتال کار نداریم فعلا، فرکتال کار نداریم. فقط با 2 تا مووینگ اوریج ساده میتونی تشخیص بدی از کدوم کندل به بعد بازارت صعودیه یا نزولی. اینجا رو ببین، از اینجا اینجا رو از این کندل که بعدش تقاطع اتفاق افتاده یعنی چی؟ این زردا میگه آقا من میانگین 5 تا کندل قبلی ام. قرمزا میگه آقا من میانگین 6 تا کندل قبلی ام. میگه آقا کلوز 5 تا کندل قبلی افتاد روی اوپن 5 تا کندل 6 تا کندل قبلی. کلوز 5 تا قبلی افتاد رو اوپن 6 تا قبلی. یعنی چی؟ یعنی کلوزامون بالاتر رفت دیگه، یعنی بازار بای شد. اینجا چی؟ اینجا بازار چی شده؟ اینجا بازار سل شده. گرفتین چه اتفاقی افتاد؟ پس من چجوری از تقاطع 2 تا مووینگ اوریج میتونم بیام بگم که آقا بازار بای یا سله؟ حالا شما داری میگی بای و سل، اوپن و کلوز داری میگی، میتونی آقا برگردی میگی آقا جون اگه من های و لو هم میتونم بگم. این روی چی بودش؟ رو کلوزا بود، من میندازم رو لو. اینم میندازم روی های ها میندازم من. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ میگه آقا جون این رو های، این روی چی هستش؟ لو هستش. حالا چه اتفاقی افتاده؟ میگه آقا جون اینجا تقاطع های و لوها رو من در نظر گرفتی، چیزی بهت نمیدیم. میگه آقا چجوری این به من میاد تقاطع های و لوها رو میده؟ میگم به شرطی که یه مقدار این عدده رو عوضش بکنی. مثلا اینو بکنی 14. موقعی که بکنی 14 میبینی یه سری تقاطع بهت داره میاره میگه. یا اینکه این عدد رو بکنی 3، بکنیش 3، عددش رو عوض بکنی. حالا چی برمیگرده میگه آقا جون از اینجا، از این کندل به بعد این لوها افتادن زیر هایا. همه لوها زیر هایا هم میبینی؟ یعنی از اینجا اومده بهت بازار چی داده؟ بازار از اینجا نزول بهت داده تا کجا؟ تا موقعی که این کلوزا رفتن، این لوها رفتن بالای هایا. به همین سادگی. میگه آقا راه بهتری داره، میتونم عددشو عوض کنم. میگم بسته به نوسان بازارت.
بسته به این که بازار چه نوسانی داره میتونی بیای چیکار بکنی، این کار رو انجام بدی. دو تا تعریف متفاوت هستی. ما با این تعریف هایی که داریم میایم بازار خودمون رو ما خودمون تعریف میکنیم. چی میگی؟ میگه آقا اینجا این الان روش میندازن، میگه آقا جون مووینگ اوریج 5 رو کلوزه. این چیه؟ مووینگ اوریج 8 روی اوپنه. میگه آقا از اینجا، از این کندل به بعد، این کندل بعد تموم بشه، این دهنه باز بشه. میگه آقا چه اتفاقی افتاده؟ بازار افتاد دست های، اصلا یه دقیقهش میکنن تو یه دقیقه قشنگ‌تر میشه. ببین الان چی داره میگه؟ ببین الان اینجا چی میگه؟ میگه آقا کلوزا افتادن زیر اوپنا. یا کلوزا زیر اوپنا هستن. اینم همون 6 میذارم براتون که فکر نکنید آقا اتفاق خاصی افتاد. میگه آقا از این کندل نه، از اینجا به بعد کلوزا افتادن زیر اوپن. میگه یعنی چی آقا؟ یعنی میتونم سل بگیرم؟ چرا نمیتونی سل بگیری؟ سل بگیر. بذار سل بگیری. یه سل گرفتیم. میگه آقا تا کجا این اتفاق میفته؟ میگم تا موقعی که این دهنه بسته بشه. چشم درد گرفت. میگه آقا تا کی این قضیه اتفاق میفته؟ میگم آقا تا موقعی که بازار جهتش عوض بشه. چه جهتش عوض میشه؟ میگه آقا یا کلوزا بیش قوی ترن یا اوپنا قوی ترن دیگه. این هست. حالا تا اینجا هر کی سوال داره بپرسه، سوالشو بپرسه. یه استراتژی به این خوشگلی مرتبی با 2 تا دونه مووینگ اوریج. حالا میخوام این تکمیلش بکنیم. سوال کن، بگو دقیقی. ببخشید استاد، شما مرتب از نوسان بازار صحبت میکنید. منظور از نوسان بازار چیه؟ این الان بیلبیلک رو میبینی چجوری تکون میخوره قیمت رو میبینی چجوری میگن نوسان بازار. ببینه حالش بده. حالا بیا من ببرم تو 1 دقیقه یورو یو اس دی بذارم. بیا خواب کلا. میبینی میبینی جون نداره. بیا حالا رو یو اس دی ناکن وحشیه. میبینی وحشیه. الان اینجا ببین دهنه داره بسته میشه. دهنه که بسته میشه من باید چی کار بکنم؟ ببین وای میستم، کندل که بسته شد این داره تموم میشه. وایسا 6 ثانیه مونده، حالا 1 دقیقه داریم کار میکنیم. این باطل شد. چی باید بگیرم الان؟ میگم این باطل شد. الان بازار دست کی افتاد؟ دست بایا افتاد. آقا یه دونه بای باید بگیرم. البته این که اینجا میندازه به خاطر اسپردشه ها که اینجا داره میندازه. این قبلیه تموم شد، این سله تموم شد. سلو ببر. ایوال اگه بس. ببینی چجوریه دقیقی. منظور از نوسان یعنی این. حالا توی همچین بازار پرنوسانی اسموتت به درد میخوره یا لینر ویتد به درد میخوره؟ میگه آقا جایی که اینقدر بالا پایین داره میپره اسموتتش بکن، بهتر بهت جواب میده دیگه. اینجا تو نمیومدی تو معامله وارد بشی. بگو حالا سوال داری بازم بگو. نه سوال خاصی ندارم، فقط صحبت هم این بود که استاد الان تو چه تایم فریمی باید این حال بد رو ببینیم؟ همون 1 دقیقه یا نه؟ بستگی داره که تایم فریم معاملاتی که میخواید. ببین تایم فریم یه بار صحبت کردیم در آقا کدوم تایم فریم؟ ببین الان تایم فریم 1 دقیقه هی باز میشه هی بسته میشه. به دردم میخوره. میگی نه به درد ما چه وضعیتیه که هی باز و بسته میشه؟ بیا خود تایم فریم رو بزرگتر بکن، حداقل بازار ببینیم روندش چیه چطوریه.
تایم فریم 1 دقیقه طلا نمیتونی کار بکنی. چرا نمیتونی کار بکنی؟ چون انقدر با این ابزار نمیشه کار کرد. ابزار دیگه دارین تو 1 دقیقه هم جواب میده با سرعت بالا، ولی با مووینگ اوریج که میخوام بندازم باید برم توی تایم فریمی بندازم که این دهان باز و بسته شدن ها اینا به حداقل برسه. هی من نیام دهان باز بسته هی درگیر بایوسل نشم. گرفتی آقا؟ بله ممنونم. خواهشم. جناب نایبی سوالتو بپرس. استاد این عدد پریود در واقع مووینگ اوریج ها، این نمودارهایی که میندازین رو بر اساس چی انتخاب میکنید؟ یعنی چجوری باید انتخابشون بکنید، ترتیبشون رو؟ ترتیبشون به این صورت هستش که زحمت میکشید میرید رو نمودار، تکلیف جلسه بعدتونه، بهترین عدد و ترکیب رو به دست میارید. بر چه معیاری انتخاب میشه؟ اجازه بده. بر چه معیاری انتخاب میشه؟ معیارمون اینه، میگیم که آقا من که میخوام برم تایم فریم 5 دقیقه کار کنم، یک ضریبی دارم من. خوب گوش کنید، ضریب سوال قشنگی، بذارید بگم یه بار خلاص شیم ازش. ببینید زمان باز و بسته شدن بازارها چند دقیقه بودش. اون اول تو تایم زون بهتون درس دادم. بازارها چند دقیقه به چند دقیقه باز و بسته می شدن؟ 15 دقیقه باز و بسته می شدن. هر 15 دقیقه یک بازار باز می شد، یه بازار بسته می شد توی تایم زون. خب من اگه تایم فریم 5 دقیقه میخوام برم کار بکنم، پس حداقل چند تا 5 دقیقه میشه 15 دقیقه؟ چند تا 5 دقیقه میشه 15 دقیقه؟ میگه آقا 3 تا. میگه پس من باید حداقل 3 تا 5 دقیقه داشته باشم که یک بازاری باز و بسته شده. نه 6 تا دونه 5 دقیقه باید داشته باشم 2 تا بازار باز و بسته بشه. نه من برم برگردم یا میانگینه. مگه نمیخوای حساب بکنی میانگین قیمت تو اون بازار چقدر در بوده؟ میگه بر اساس این استفاده میکنی. تایم فریم 15 دقیقه میخوای استفاده کنیم، یا آقا یه ساعت چند تا 15 دقیقه از 4 تا. من میخوام ببینم تو بازار مثلا 3 ساعت گذشته بازار چطوری بوده. میگه آقا جون 4 3 تا، 3 تا 3 ساعت و 3 4 تا 12 تا. پس مووینگمو میذارم 12 تا قبلی رو. تو 12 تا 15 دقیقه قبلی چه اتفاقی افتاده؟ بر اساس یه ضریبی هستش در مورد این تعداد نوساناتی که داره. ببین اینجا رو ببینید چه جوریه. الان بازار دست کی بوده اینجا جناب نایبی؟ اینجا الان دست فروشندگان، دست خریدارا. کلوزا بالای اوپنه، زرد کلوز قرمز اوپن، زرد کلوز قرمز اوپن. چه موقعی بازار از دست فروشنده ها از دست خریدارا در میادش؟ خریدارا بای میکنن، فروشنده ها سل میکنن. وقتی کلوز بالا افتاده، وقتی که کلوز بالا افتاده یعنی چی؟ یعنی قیمت بازار سعودیه دیگه. یعنی آقا بازار سعودیه. سعودی هستش بله. آها. خب الان اگه من اینجا تایم فریم من 5 دقیقه باشه، تو تایم فریم 5 دقیقه به من چی داده اینجا؟ میبینی میگه آقا بازار از دست خریدارا در اومد افتاد دست کی؟ فروشنده ها. یعنی اگر شما بخوای اینجا وارد یه معامله بشی، چه معامله میبندی؟ سل میبندی یا بای میبندی؟ سل میبندی. احسن، سل رو میزنی، سلشو میگیری. سل گرفتیم. میگه آقا بازار دست فروشنده هاست، من سل میگیرم. اگر این دست خریدارا بود چی میگرفتی؟ بای میگرفتی. ولی مطلب اینه که سر بازار باید باشیم. یعنی اگر من تایم 5 دارم کار میکنم باید چشم به مارکت باشه 5 دقیقه 5 دقیقه. اگه من اینو یه ساعتش بکنم اصلا موضوع عوض میشه. موضوع چیه؟ میگه آقا از ساعت 3 صبح تا الان بازار دست خریدارا بوده، ولی تو 5 دقیقه داره به من چی نشون میده؟ تو 5 دقیقه داره میگه بازار دست کیه؟ الان دست فروشنده. ولی یه ساعتش چی داره میگه؟ دست خریدار. تو 4 ساعته چی داره به هم میگه؟ 4 ساعته به هر حال نوسان داشته دیگه. تو بعضی اینها نه 4 ساعته میانگین متحرک چی داره بهت میگه؟ دست بای هستش.
زرد کلوزا بالای اوپنان دیگه. به دیلیشو نگاه کن. دیلی چی داره میگه؟ الان نزولی هستش دیگه، دسته فروشندگان. پس الان بسته به این که شما چه تایم فریمی کار میکنی، مووینگ اوریج تو اون تایم مشخص به شما میگه بازار دست کیه. توی اون تایم مشخص بهت میگه بازار دست کیه. الان شما اینو بکنی 15 دقیقه میگه آقا بازار دست خریداراست، 5 دقیقهش بازار دست فروشنده هاست، 1 دقیقهش بازار دست فروشنده هاست، ولی 1 ساعتش دست کیه؟ H1ش دست کیه؟ میگه آقا H1 هنوز اینا بازار دست خریداره. هر موقع که این زرد افتاد زیر قرمزی یعنی بازار رفت از دست خریدار به فروشنده. الان دست خریدار. پس یادداشت بکنید. یادداشت میکنید به این صورت. با استفاده از ترکیب 2 مووینگ اوریج یکسان با اختلاف بسیار کم، مثلا یکی 5 و دیگری 6، یکی 3 و دیگری 5. ببین ترکیباش اینه 5 و 6، 3 و 5، 5 و 8 که یکی از آنها بر روی اوپن و دیگری بر روی کلوز، یکی از آنها بر روی اوپن و دیگری بر روی کلوز تنظیم شده است در هر تایم فریم می توانیم متوجه شویم که بازار دست خریداران یا فروشندگان است، به این صورت که اگر میانگین کلوزهای ما بالای میانگین اوپن ها بیفتد، یعنی بازار دست خریداران بوده و سیگنال بای می باشد. ولی اگر میانگین کلوزها زیر اوپن ها بیفته، به ما میگوید که بازار دست فروشندگان است و سیگنال ما سل می باشد. خب تا اینجا سوالاتتون رو همه دوستا سوالاشون رو بپرسن، من جواب بدم. جناب رحیمی بفرمایید. سلامت باشید. تا اینجا که دست نکنه اصلا لذت بردن. یه چیزی با اون میگفتن تو کلاس مثلا میگفتن 2 تا مووینگ کلاس که اینطوری قشنگ بهمون توضیح نمیدادن که کارشون چیه. فقط الان یه سوالی برای من پیش اومد، این شیفت کاربردش چیه؟ شیفت فعلا کاربرد نداره، یکی دیگه. قرار شد تو کلاس من صبر داشته باشی، همه رو میگم یکی
فعلا الان من کاربردشو گفتم، یه مفهومه آقا، مفهوم بازار دست خریداره یا فروشنده. الان فهمیدی مفهوم خریدار و فروشنده چیه؟ بسیار خوب. حالا اگر این مفهوم رو فهمیدی شما، همینجا که الان وصل هستی اینجا به من سوال من جواب بده. اگر من بیام اینجا یک مووینگ اوریج مثلا 12 بذارم، روی های بذارم، ببین روی های میذارم، همون سیمپل باشه، رنگش هم بنفش بکنم، اوکی. خب اینی که سیمپل 12 روی های انداختم چی داره به من میگه؟ چی رو داره به من میده؟ چه مفهومی رو داره اینجا واسه من مشخص میکنه؟ الان قیمت بالاتر از های 12 کندل قبلیه. خب نه، بعد از این تقاطعی که اینجا بود، این تقاطع رو دیدید، بعد از این تقاطع که اوپن و کلوز رو گذاشتیم، زرد اوپن بود، قرمز کلوز بود، درسته؟ ببخشید رو های نذارم، یه رو لو باید بذارمش، رو لو میذارمش. الانی که من اینجا هستم این تقاطع هم زده شده و من بخوام معامله اینجا انجام بدم، توی اینجا بیام یه معامله انجام بدم، فرض کن اینجا اومدی بای گرفتی، توی این نقطه اومدی بای گرفتی، توی این نقطه که بای گرفتی، این بنفشه چه کمکی میتونه بهت بکنه؟ مثلا این بنفشه رو میذارم به جای 12 همون 5 بذارم که مثل همینا باشه، چه کمکی میتونه بهت بکنه؟ هنوز قیمت به اون دعا نرسیده. یعنی نه، گوش کن چه کمکی میتونه بهت بکنه. ببین تو اومدی اینجا بای گرفتی، من اینجا بای گرفتم، آقا من اومدم در این نقطه بای گرفتم، الان اینجا بای گرفتی، این بنفشه چه کمکی میکنه بهت؟ نقشه چی؟ اوپن و کلودامون بالاتر از های لوا هست، این نقش حمایتی داره تقریبا. آفرین، یعنی استاپ لاس تو کجا میذاری؟ همون رو لوا میذارم. آها، تموم شد رفت. یعنی اگر شما اینجا اومدی وارد معامله شده، اینجا فرض کن وارد معامله شدی، اگه قرار باشه تو این معامله یه استاپی بذاری، میگه آقا وقتی که این بیاد از لو 5 تا کندل قبلی پایین‌تر، یعنی اینکه این رویه داره عوض میشه، یه سیگنال جدیدی داره واسط میاد. پس میگه آقا اگر من تو این زرد وارد شدم، اینجا رو اگر قرمزش بکنم، این قرمزش بکنم، اینو این خط رو، میگه آقا اینجا میشه استاپ لاس من. ببین الان رفت بالاتر، میگه خب منم استاپمو میبرم بالاتر، یه خورده منم استاپمو میبرم بالاتر. مگه روند بایی نیست؟ اگر من از لو تمام 5 تا کندل قبلی، میگه آقا الان قیمت داره میادش پایین، اینجا تقاطع داره ایجاد میشه، این تقاطع که داره ایجاد میشه، من دارم در مورد اینجا که بای بود صحبت میکنم، ان شاء الله این تقاطع رو جمعش بکنیم، بذاریم یه تایم فریمش من نیم ساعته بکنم، نیم ساعته بهتر میتونیم صحبت بکنیم. الان تو تایم فریم نیم ساعته سیگنال سل داده، این سیگنال سل. وقتی که شما داری سل میکنی، تو بازار وارد یه پروسه سل شدی، خودتو با کی مقایسه میکنی؟ میگه آقا من میرم با این هایا مقایسه میکنم خودمو دیگه. وقتی من سلم، نگاه میکنم سقف بالا سرم چیه، وقتی میخوام بای بکنم نگاه میکنم ببینم که حمایت زیر پام چیه. خب من که الان اومدم سیگنال گرفتم اینجا یه سیگنال به من داده، یه سیگنال سل داده و من وارد یه پوزیشن سل شدم، اینجا استاپ لاسمو کجا باید بذارم؟ میگه آقا بیا یه دونه مووینگ هم بنداز روش، یه همینجوری مووینگ اضافه کن، مووینگش بیا، اینو به جای اینکه رو لو باشه بذار رو های، رنگش هم آبی میکنم که مشخص بشه. اوکی. میگه آقا اگر اینجا اومدی تو بازار و داری سل میکنی، استاپ لاست کجا باید باشه؟ میگه آقا استاپ لاس من حالا اینجا میتونه باشه، اینجا استاپ خوبیه واسه من تو این زرد سل کردم، سیگنالم سل بوده، اینجا رو میگیرم استاپم. چرا این کارو میکنی؟ میگه آقا وقتی که روند من بیادش و از های 5 تا کندل قبلی، از بیشترین مقدار 5 تا کندل قبلی بره بالاتر، و یه اتفاق افتاده تو بازار که اینجا قیمت وحشی شده رفته بالا، یا اینکه من اومدم بای گرفتم، اگر این قیمت من از لو مثلا 10 تا کندل قبلی من بزنه پایینتر، یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی افتاده دیگه، من بای گرفتم، این یهویی ریخته پایین، یه اتفاقی افتاده دیگه. گرفتی الان رحیمی؟
بله استاد بله. الان این مووینگ آبی دقیقا شد استاپ لاس برای سل. آره دیگه میگه استاپ نه کاربردشه حالا عددش چند باشه 5 من میگم نه آقا من میخوام یه عددش بیشتر باشه مثلا 12 تا کندل قبلی رو میخوام بررسی کنم میبینم نه خیلی پایین میفته میگه نه آقا برو 3 تای قبلی رو بررسی بکن واسه من میفته اینجا دقیقا این نقطه میزنه این صورت ادیتش بکن وقتی که روندی رو شناسایی کردی و این روند بای باشد این روند صعودی باشد میانگین متحرکی که بر روی مقادیر لا یا حداقل تنظیم می شود نقش حمایت ما را خواهد داشت و عبور قیمت و بسته شدن قیمت زیر میانگین لو نشانه ای از تغییر قدرت خریداران به فروشندگان است. به نوعی میتوان با تنظیم مناسب مووینگ اوریج لوها استاپ لاستی را به صورت داینامیک در یک مسیر صعودی برای خود تعریف کنید. بعدی رو می نویسید اگر مسیر ما نزولی باشد و سیگنال ما نزول قیمت را نشان دهد اگر مسیر ما نزولی باشد و سیگنال نزول داشته باشیم به نوعی میتوان میانگین متحرک های موجود را به گونه ای تنظیم کرد که به عنوان یک مقاومت داینامیک و استاپ لاسی در مسیر اوردرهای سل ما در نظر گرفته شود. خب ببین چی شد الان چی شد داستان چی شد. میگه که آقا الان مسیر صعودی یا نزولیه. ببین همینجا که هستیم اینجا آقا مسیر ما یه مسیر بای بود، اینجا مسیر بای بود. میگه آقا وقتی که بای هستی شما یه مووینگ اوریجی که میتونی بیای تعریف بکنی واسه بای ها اینجا روی چی؟ میگه آقا وقتی که بای هستی
وقتی که بای هستی باید تو از مقدار سلا پایین تر نری. میگه آقا پس اینجا رو من میذارم روی لوها، اینم بنفش رنگش میکنه، همون میذارمش 5 تا یا 6 تا دونه. اوکی. میگه وقتی که من دارم تو این مسیر حرکت میکنم و بای میگیرم، این خط بنفشه اگر درست تنظیمش بکنی شما میتونه به عنوان یک چی استفاده بشه؟ یک مووینگ اوریج داینامیکی که داره واسه تو چی مشخص میکنه؟ داره برات میاد استاپ تو مشخص میکنه. میگه آقا شما تو مسیر بای هستی، این که من این پایین گذاشتم اگه از لوا پایین تر بریزی، از اینجا پایین تر بیاد، یعنی که آقا مسیر بازار عوض شده. پس تو تا موقعی که کلوزها بالای اوپنان و قیمت هنوز نتونسته بیاد از پایین ترین مقدار لویی که داریم عبور بکنه، یعنی که آقا بازار دست سعودیه، هنوز میتونی شما به بایت ادامه بدی بدون اینکه مشکلی داشته باشی. و یا اگر برعکسش بود به همین صورت. پس ما چیکار میکنیم؟ من یه دونم اینجا های میذارم، روی هایا میندازم اینجا واسه بازار نزولیه. موقعی که داره میریزه، ببین اینجا شکل واسهتون من اینجا بیاره، مسیر نزوله، اینجا مسیر نزوله. این تقاطع هم بهت سیگنال چی داده؟ سیگنال سل داده. میگه این مووینگ اوریجی که اومده رو های انداخته، اینجا مووینگ های دیگه. میگه این نقش چی رو داره واسه؟ نقش مقاومت یا استاپ تو رو داره. برعکسش کجاه؟ برعکسش اینجاه. میگه آقا اینجا الانی که ما هستیم، اینجا یه دونه تقاطع بای داده، اینجا سیگنالمون بایه. وقتی سیگنال بایه این چی هستش؟ میگه آقا این مووینگ لوامون هست. این نقش چی رو داره؟ میگه آقا این نقش استاپ من یا حمایت منو داره، نمیذاره قیمت از این پایین تر بریزه. میگه قیمت پایین تر از این ریختش یعنی چی؟ یعنی که میگه آقا تعادل خریدار فروشنده به هم خوردش دیگه بازار دست خریدارا نیست، دست فروشنده است. میگه آقا اینجا چی؟ اینجا اگه بیادش بزنه از این بشکونه بره بالاتر چی؟ میگه خب اونجا هم تعادلش به هم خورد. خوب نکته رو دقت کن. من نکته‌ای که گفتم چی گفتم؟ گفتم آقا قیمت چه زمانی شما میتونی بیای اینو مد نظر قرار بدی؟ چه موقعی میتونی بیای مد نظرش قرار بدی؟ اینجا ناکن. جناب متولی، جناب متولی میکروفون تو بس کن. سلامت باشی. من تو جمله‌م یه جا گفتم قیمت اون پایین بسته بشه. منظور از بسته شدن قیمت این پایین یعنی چی؟ پایین این لو قیمت بسته بشه یعنی چی؟ پایین کجا اصلا؟ دیوار دیگه ببین توی جمله‌ای که گفتم قیمت پایین لو بسته شود یعنی این که بازار تعادلش به هم خورده. منظور از بسته شدن پایین لو یعنی چی؟ آیا اینه که اومده این میله‌ای که اومده رسیده به این لو کفایت میکنه برای اینکه بگم بازار جهتش عوض شد یا کفایت نمیکنه؟ نمیکنه. نشد دیگه. گفتم قیمت بسته شه. قیمت بسته شه یعنی کلوزش بیفته این پایین. یعنی این اینجوری اگر بود و این میانگینه بود، اینجا هم کلوز ما بود، این یه نمودار اینجوری ریخته بودش پایین، اون موقع میگفتیم بله آقا اینجا قیمت بسته شد، قیمت زیر لو بسته شد، قیمت من، کلوز من زیر این خط لوه افتاد. اینی که اومده یه توک بهش زده اینجا رفته بالا، نمیگیم قیمت زیر لو بسته شده،
میگیم بازار هنوز سودیه، اومده یه توک زده به این پایین رفته. کی این بازار روندش عوض میشه؟ میگه آقا موقعی که قیمت بدیم پایین بسته بشه. گرفتی الان؟ یعنی چی؟ بله. آها. پس به همه دوستان وقتی که میگم قیمت زیر لو بسته بشه یا قیمت بالای های بسته بشه، مثل اینجا ببین، اینجا رو ببین، قیمت اومده توی این مسیر نزول، ببین اینجا نزولیه دیگه، نزولی هست، اینجا مسیر نزولی، اینجا قیمت اومده توک زده ولی هیچ قیمت، هیچ کلوزی اینجا نداریم، یعنی روند هنوز همونچنان چیه؟ روندت هنوز نزولیه، سل ادامه دارد. بله. آها، پس وقتی میگم قیمت بسته شه جناب متولی یعنی چی؟ یعنی کلوزش پایین‌تر بسته بشه. اگه کلوزش پایین‌تر بسته شد یعنی که از این معامله بای بیا بیرون دیگه، این معامله بای به دردت نمیخوره یا این معامله سل دیگه به درد نمیخوره، عمرش تموم شد. بله. ممنونم ازت. جناب نایبی بفرمایید سوالتون. استاد تو همین قسمت اگه امکانش باشه عکس رو بفرمایید. تو جلسه ساعت قبل فرمودین که استاپلاسمون رو میتونیم روی مووینگ اوریج بذاریم. بله. حالا الان تو اینجا اون لحظه‌ای که میاد تاچ میکنه در واقع استاپلاس ما رو میزنه. مدیریت نحوه قرارگیری استاپلاسمون تو اینجور موقع چجوری باید باشه؟ یه خورده بالاتر میذاری دیگه، همیشه یه چند پیپ بالاتر میذاری که نخوره بهش بسوزی. ساده 10-20 پیپ بالاترش بسوز. مرسی، متشکرم. خواهش. سوال دارید بپرسید اینجا، اگه سوالی دارید توی این داستانی که من تعریف کردم سوالتون رو بپرسید. جانم جناب رحیمی. استاد ببخشید تو طرفی که یه استاپلاس داینامیک بذارید. بله. اینو باید با نسبت به مثلا میانگین های یا تغییر یا نه اینو اتومات میتونه تغییر بکنه. من که نشنیدم چی گفتی، اینقدر صدا قطع و وصل شد. الان صدا من داره دوستان؟ من صدا تو دارم، قطع و وصل میاد. عرض کردم فرمودی مووینگ های یا مووینگ لو. خب که به عنوان استاپلاس در نظر میگیریم. فرمودید استاپلاس داینامیکه. خب خودمون باید استاپلاس رو جابجا کنیم باش؟ نه، پس کی باید جابجا بکنه؟ خودش که جابجا پا نداره که جابجا بشه، که باید با دستت بگیری جابجاش بکنی. نه تو آموزشای توی ویدیوهای آموزشی تو یه قسمت آموزش تریلینگ اون یه چیز دیگه است، با مثلا ربطی به اون تریلینگ استاپ به اون اصلا ربطی نداره که. اینجا شما خودت دستی باید بگیری جابجاش بکنی، هر یه ساعت باید نگاه بکنی استاپتو جابجا بکنی. خواهش میکنه. خب سوال بپرسید. حالا یه مطلب اصلی که هستش که به اینجا اضافه میشه، خوب گوش کنید ببینید اینجوریه. میام رو USC، اینم میذارمش اینجا، یه رو USC یه دقیقهش 2 تا مووینگ اوریج میندازم من اینجا، یه مووینگ اوریج همون 6 رو میذارم روی اوپن باشه که قرمز بود، یه دونه مووینگ اوریج میندازم اینجا، اینم 5 بود، سیمپل، هر تاشون هم سیمپل باید باشه، اینم زرد بود. ببین هر دو تا مووینگ اون باید یه مدل باشه، نمیشه یه دونهشون سیمپل باشه یه دونهشون اکسپوننشیال باشه. الان شیشه رو ببین هر دو تاشون یه مدل، هر دو تا سیمپل باشه. خب تایم فریممون هم 5 دقیقه میکنه. الان شما
کدوم یکی از این سیگنالای به درد بخوریه. یعنی اینجا تو این مسیری که داریم میریم ما، این 15 دقیقه است. تو این 15 دقیقه‌ای که ما داریم حرکت میکنیم، دارم بذار من اسموتش بکنم، فکر کنم اسموتش بهتر جواب بده. خیلی چسبیدن تو هم دیگه. الان اینجایی که داره هی سیگنال سل میده، بای میده، کدومش به درد میخوره؟ کدوم یکیاشو من بیام بگیرم که به کارم بیاد؟ اینجا رو میگه. الان توی اینجا، توی این شکلی که ما داریم، هی سیگنال سل میده، بای میده، سل میده، بای میده. من از کجا بفهمم کدومش به دردم میخوره؟ بگو جالب نایبی. استاد زمانی که قیمت‌ها رنج شد خیلی خودمون رو درگیر معامله نکنیم. نه، میخوای درگیر بکنی خودتو. اصلا قراره خودتو درگیر بکنی. درگیر نکنی که تو از کجا میدونی اینجا رنج میخواد بشه؟ خبر نداری که. چیزی به ذهنم نمیرسه. ممنونم ازت. جناب دقیقی شما بفرمایید. استاد با فرکتالا با هم ترکیبشون میکنیم؟ نه اصلا تو فرکتال نه، تو مووینگ صحبت کن. نمیدونم. ممنونم. جناب زرودی. وقتی که اینا اصلا واگرا بشن، خب واگرایشون که سر جای خودشه دیگه. جو واگرا شدن که جمله قشنگی رو استفاده کرده که شاید 20 دقیقه دیگه بهش برسیم، نیم ساعت دیگه بهش برسیم، ولی الان من چیکار بکنم؟ ببینید دوستان، ببینید من بزرگترین راز یک معامله‌گر رو میخوام الان بهتون بگم. بزرگترین راز یک معامله‌گر چیه؟ بزرگترین راز یک معامله‌گر اینه. بزرگترین و ساده ترین راز یک معامله‌گر چی میگه؟ چی میگه؟ میگه آقا قانونش اینه. میگه در جهت روند معامله کنید. اینه قانونش، اینه. میگه در جهت روند معامله کنید. یعنی چی در جهت روند معامله بکنیم؟ این یعنی چی آقا؟ یه چیز گفت یه سوالی نه، یعنی چی آخه الان میگی در جهت روند معامله کنیم؟ یعنی چی؟ کی میتونه بگه اینو؟ در جهت روند معامله کنیم یعنی چی؟ جناب نایبی بفرمایید. مثلا در جهت موج‌ها حرکت بکنیم، در جهت مسیر رودخونه حرکت بکنیم. خب از کجا مسیر رودخونه رو میخوای تشخیص بدی؟ خب الان اینجا روندها رو به ما آموزش دادین دیگه. روندهایی که طولانی مدت هستن الان اینجا مشخصه. نمیدونیم که، ندیدیم آخه ندیدیم که چه اتفاقی داره میفته. چون ندیدیم نمیتونیم چیزی بگیم. خب الان تو این نقطه پایینی اگر ورود بکنیم تا زمانی که سیگنال مخالف بهمون نده میتونیم پیش بریم دیگه. خب این با چش بسته است، مثل اینه که با چش بسته بزنی به آب. خیلی سرتون رو درد نیاره. جناب آقای ستاری بگو، احسان ستاری بگی. اصلا فکر میکنم باید در پایان روند اصلی بیشتر ورود کنه. از کجا میدونی که روند اصلی داره شروع شده یا تموم شده؟ استاد از روی کراس مووینگا. کراس مووینگا که بهمون سیگنال ورود خروج میداد. نه، روند اصلی رو که ما توی تایم فریم اون که میبینیم که از کجاش داری میبینی؟ الان اینجا از کجا تو روند اصلی رو داری میبینی؟ اینجا کجا میفهمی که شما روندت چی شده؟ الان اینجا اومدی گیر کردی، چجوری میفهمی؟ توی تایم فریم کلی نمیتونیم روند صعودی بگیریم.
نه ببینید روند رو کی مشخص میکنه؟ روند یه چیز طولانی مدته. اجازه بدید خیلی از این برخلمو پرد. روند یه چیز طولانی مدته. من وقتی که دارم 15 دقیقه کار میکنم، روند بازار، من 3 تا بازار داشتم، بازار آسیا، بازار اروپا، بازار آمریکا. این 3 تا بازار 8 تا 15 دقیقه میشه چقدر در برادر من؟ بازار آسیا 8 تا 15 دقیقه بوده. چند تا کندل بوده؟ 8 ساعت بوده. 4 8 تا 32 تا. یعنی میکنم 32. عددش میذارم 32. اینجا رو یه رنگ بهش میدم، مثلا رنگ آبی بهش میدم، نارنجی آبی بهش میدم که مشکل نداشته باشه. و همون کلوزا باشه. آبی باشه اینجا، اون کلوز. خب. حالا این آبیه داره چی به من میگه؟ میگه آقا من در بلند مدت قیمت یا بالای منه یا پایین منه. وقتی که قیمت بالای منه یعنی چی؟ یعنی روند صعودیه دیگه. میگه آقا جون قیمتی که الان اینجا هست، ببین تعریف کردیم این چند بود؟ این 32 بودش، مووینگ اوریج 32. اینجا الان ستار رحیمی که تعریف کردش با من بلند گفت اینجا یعنی چی؟ ستار بگو این یعنی چی؟ این الان نسبت به این آبیه یعنی چی؟ روند تقریبا اومد زیر روند قیمت زیر کلوز 32 تا کندل قبلیشه. قیمت زیر 32 تا کندل قبلیشه. یعنی یک روند صعودی که ایجاد شده بود، این روند صعودی دیگه به درد نمیخوره، تموم شده است. حالا جناب عظیمی جواب بده. ممنونم ازت رحیمی. جناب عظیمی جواب بده. اون عدد 50 10 20 به چه درد نمیخوردش؟ یه میانگینی بود که جهت روند نشون میده. نه ببین 50 واسه چی 50 انداخته بود؟ 50 تا کندل قبل دیگه. یعنی چی رو بهت میخواست نشون بده؟ 50 تا کندل قبلی اگه اینو من بکنمش 50 یعنی چی؟ به جای 30 بذارمش 50 چی رو بهت میده؟ سیگنال بهت میده؟ چی بهت میده؟ سیگنال صعودی بودن و نزولی بودن میده. میگه روند صعودیه یا نزولیه. اگر قیمت ها بالای این خط آبیه باشن یعنی تو مسیر صعودم. اگر قیمت ها بیاد زیر این بسته بشه یعنی وارد مسیر نزولی شده. پس این 50 اینو داره میگه. شما توی روند صعودی سیگنال های بای میگیری یا سیگنال سل میگیری؟ بای. سلا رو میگیری؟ نه. چرا نمیگیری؟ چون روند دست خریداراست. آها. حالا اینجا میشه که وقتی که میای ممنونم ازت. حالا اینجایی که ما هستیم میکروفون تو قطع کن. حالا اینجایی که ما هستیم توی اینجایی که اینجوری بازار اومده دیوونه بازی در آورده، آقا سل میگیری؟ میگه آقا بازار دست خریدارا، سل چی بگیرم؟ من فقط بایا رو میگیرم، بای میگیرم، فقط بای میگیرم. بازار دست خریدارا هستش، بازار بای، من سل چی برم بگیرم آخه؟ میگه آقا اینجا سیگنال سل داده. میگم داده که داده، بازار دست خریداراست. هر موقع قیمت اومد زیر این بسته شد این زیر، یعنی اینکه بازار افتاد دست فروشنده ها، میتونی بری سل بگیری. ولی الان بازار بایه، نمیتونی این کار رو انجام بدی. پس من روند رو از کجا به دست میارم؟ میگه آقا روند از اینجا به دست میاد که من میرم چیکار میکنم؟ میرم یه دونه مووینگ بلند مدت میندازم که این مووینگ بلند مدت به من روند رو میده. وقتی که روند رو به من دادش یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا جون مسیر دست کیه، بازار دست کیه، بعد من همجهت با اونا شنا میکنم. موجا داره به سمت جنوب میره، پس منم هر موجی که به جنوب داره میره رو سر میخورم. موجایی که به شمال داره میره رو سرمو میبرم زیر آب، از روم رد شه، چون منو میندازه عقب. این قانونیه که وجود داره.
رحیمی بپرس سوالتو. مووینگ ربط رو روی کلوز میذاریم؟ کلوز همه چی رو کلوزه. خب حالا بیا اینجا رو نگاه کن. من این تایم فریمش میکنم 5 دقیقه. الان تو تایم فریم 5 دقیقه روند دست کیه؟ میگه آقا روند دست نزولیاست. پس سیگنال سل رو میگیرم. الان اینجا سیگنال بای بده میگیری وارد بشی؟ اینجا داریم یه سیگنال بای تشکیل بشه. بایش رو میگیری؟ میگی نه آقا بازار دست نزولیاست، پس من بایاش رو نمیگیرم. میایم رو طلا صحبت بکنیم، رو همین طلایی که داشتیم. اینا رو پاک میکنم، اینم پاک میکنمش. خب حالا میخوام بیام یه روند رو تو 1 ساعته طلا بندازم. میگه آقا بیا یه دونه مووینگ اوریج بلند مدت بنداز. یه مووینگ بلند میندازم مثلا 21. یه مووینگ اوریج 21 میندازم روش. 21 کمه واسه اش. یه مووینگ اوریج بلندتر میندازم مثلا 36 میندازم. اینطوری. خب حالا الان تو این مووینگ اوریج 36 که من دارم چجوری بیام معامله بکنم؟ میگه آقا شما فقط باید سیگنالای اینجا که هستی فقط سلا رو باید بگیری. میری جلوتر سیگنال بایو میگیری. میگه آقا اینا رو چجوری تنظیم بکنم؟ میگم این بسته به بازاری داره که شما توش معامله میکنی، بسته به تایم فریمی که داری معامله میکنی. الان اینو بکنیش نیم ساعته یه شکل بهت میده، یه چیز داره بهت میگه. ببین تو نیم ساعته چجوری شد. تو نیم ساعته داره بهم اینو میگه آقا من از اینجا به بعد کلا بایم، از این کندل به بعد بای شدم، تو مسیر بایم. میگه خب من اینجا سیگنال سل داده میگیرم. میگه نه سلشو نمیگیرم، ولی این بای اینجا رو حتما میگیرم، با این وارد میشم میام تو. تا کی ادامه میدی؟ میگه آقا تا اون مووینگ بنفشه که انداخته بودم که لوا بودش اون بشکنه، استاپ هم بهش بخوره. حالا ببین چند تا معامله شما اینجا میبندی. فرض بکن شما از دیروز نشستی پای معامله، از اینجا نشستی پای معامله. اینم 21 هستش کلا، کاری نداره. اینجا اومده سیگنال بای داده. از کی بایش درست بوده؟ از این کنده. آقا بای بگیرم، بایمو میگیرم. چقدر در رفته بالا؟ 34 تا رفته، اینجا بسته شده، تموم شد. 34 تا رفته، هیچی نگرفته. میام اینجا وارد سل شدم، این وسط ها هستم. من تو این وسط ها که هستم سلمو میگیرم. میگم بله آقا سلو میگیرم تا اینجا. یه 120 پیپ اینجا بهت میده. باز اینجا یه دونه سل دیگه بهت داده. این سل چقدر در جواب میده؟ میگه آقا این سلم هم تا اینجا اومده، تا اینجا اومده. یه 673 تا هم اینجا. 120 به علاوه 673 میکنه 790 تا. باز مجددا بایشو ول کن، بیا اینجا این سله رو بگی. این سله تا اینجا بهم داده 790 تا. 168 تا. میگه آقا جون 790 168 تا 1000 تا. باز مجددا یه دونه سل دیگه اینجا بهم داده تا اینجا. چقدر؟ 1560 تا. از اینجا هم که بازار بای شده، از اینجا اومدم تو بای تا کجا؟ تا اینجایی که زده واسم. یه 1500 تا یه 1081. 2581 ظرف چند روز گرفتی؟ یه روز، 2 روز، 3 روز. به همین سادگی. وقتی که فهمیدی باید چی کار بکنی دیگه راحتی تو بازار. حسین موسوی سوالتون رو بپرسید. جناب موسوی بفرمایید سوالتون رو. بفرمایید جناب موسوی سوالتون رو بپرسید. خسته نباشید. پس ما در با یه میانگین بلند مدت میایم رونداره میگیریم، اصلاح رو ازش چشم پوشی بکنیم، درسته این؟ آره دیگه. آره دیگه، همین دقیقا همینو دارم میگم به شما. شما با 3 تا دونه مووینگ اوریج ساده که خودت تنظیمش میکنی که بهترین روند رو بهت بده، زیاد گیج نزنه، مشکل نداشته باشه، یه روند مشخص میکنی. یا روندم نزولیه، تو مسیر نزول هرچی سیگنال نزولی هستشو میگیری. درست. ممنون. خواهی جناب نایبی. استاد 2 تا سوال. چرا کل این روند نزولی رو تو ترید نمونیم؟ یا اینکه
آیا تریدهای مقطعی و کوتاه مدت سودش نسبت به تریدهای بلند مدت بیشتره؟ نه ببین اینی که چرا نمونیم توش، چرا تو این روندم، چون نمیدونیم بعدش چه اتفاقی میفته. من نمیدونم اینجا، ببین شما میگی من تو اینجا بمونم تا این پایین، اینجا که بایازد تو از کجا میدونی تا کجا میخوادش بره؟ پس تیکه که معاملاتتو میگیری از معامله میای بیرون، تیکه که معامله میگیری میای بیرون، چون هیچ موقع ما نمیدونیم کدوم وری میخواد بشه، هیچ وقت ما نمیدونیم کدوم وری میخواد بشه. سوال دومت چی بود؟ این که آیا با این اوصاف تریدهای مقطعی از تریدهای بلند مدت پرسودتر هستن برای ما حداقل؟ ببین اصلا بستگی به تایم فریمت داره. الان تایم فریمت 5 دقیقه باشه یه جور معامله میکنی، این تایم فریم 5 دقیقه. ببین توی این یه تیکه‌ای که از اینجا شروع شده یه بای داده، باز یه بای داده، باز یه بای داده. یه موقع مثلا بخوای دیلی معامله بکنی تایم فریم دیلی میشه، این میشه دیلی. وقتی دیلی شد دیگه این نمیای که تیکه تیکه کنه، انقدر خودش بلنده. ببین اینجا انقدر اینجا بلنده که خودش کلی سود اینجا 8392 پینگ سود داره بهت میده دیگه، نمیای که. بعدش هم آره ما تیکه تیکه معامله میکنیم، معاملمون رو میریم جلو، تیکه تیکه معامله میکنیم، معاملاتمون رو انجام میدیم. جناب جلالی سوالتون بپرسید. حسن آشنا ببینم ما معیارمون چیه که روند بلند مدت مثبت فاکتورینمون و اون حالا مقداری که داریم در که داریم ترید میکنیم با چه متر معیاری اون عددشون مثبت؟ مثلا مووینگ اوریج 20 الان بهت میگم، الان همینو میخوام بگم، الان همینو میگم. فرض میکنیم میخوایم بریم آقا نفت کار کنیم، این نفت 15 دقیقه میخوام برم نفت کار کنم، نفت رو 15 دقیقه میخوام کار کنم. خب اولین چیزی که میندازم اینه، من باید بیام 2 تا مووینگ بندازم. اولین کارم اینه یه مووینگ میندازم، مووینگ اوریج میندازم. این مووینگ اوریجم 5 به عنوان مثال، اسموتنس سیمپل، رنگش هم زرد، روی کلوز اوکی. بعد میام اینجا یه دونه مووینگ اوریج هم بهتون گفتم نزدیک به خود این، مثلا 6 میندازی، 6 رو میذاری، سیمپل رو اوپن، رنگش هم قرمز میکنه. میبینی که آیا تقاطع اینا واسط خانا هست یا خانا نیست. ببین وقتی رفتم رو USC M5 اگر من اینو بکنم 6، اگر 6 باشه دیگه خانا نیست واسط. میبینی چقدر چسبیده تو هم دیگه، مجبوری عددش رو عوض بکنی. پس اولین کاری که انجام میدیم یه دونه رو 5 میگیریم، اون یکی رو که میخوایم بگیریم میایم عددش رو 6 7 8 9 10 یه عددی میگیریم که این فواصل واسه اون خانا بشه. بعد تایم فریم رو کوچیک میکنیم، میایم چی میگیم؟ میگیم آقا این بازار نفت چند تا تیکه بود؟ 3 تا تیکه بود. یه تیکش آسیا بود، یه تیکش اروپا بود، یه تیکش آمریکا بوده. از اینجا تا اینجا چند تا کندله؟ 29 تا کندله. اوکی. پس من میام روند رو تو بازار آسیا و اروپا تشخیص بدم. میام چیکار میکنم؟ یه دونه مووینگ اوریج 30 میندازم روش. این دفعه میکنم 30. باز هم رو کلوزها. یا رو کلوز. رنگش هم آبی. این میاد به من میگه آقا بازارها که باز و بسته میشن وضعیت چیه؟ به چه صورت؟ به این صورت. گرفتی جناب جلالی؟ برای اینکه روند رو مشخص بکنی، این عدد روندی که میخوای بذاری اینجا، این عدد 2 تا آیتم داره. یه دونه آیتم تایم فریمه که الان تایم فریم 15. تو تایم فریم 15 دقیقه شما میخوای بیای چقدر در گذشته رو بررسی کنی؟ 8 ساعت گذشته رو، 10 ساعت گذشته رو یا 20 ساعت گذشته رو؟ چقدر گذشته رو میخوای بررسی کنی؟ بگو به من. با اینو الان فرض کنیم که کلاس که 24 ساعت، اصلا همه‌شون 24 ساعت هست. نه ببین الان تایم فریمت 15 دقیقه است.
خب تو این تایم فریم 15 دقیقه که میخوای معامله بکنی، برای اینکه روند رو بشناسی نیاز داری که 8 ساعت قبل رو نگاه بکنی، 20 ساعت قبل رو نگاه بکنی، 50 ساعت قبل رو نگاه کنی. چقدر عقب‌تر رو میخوای نگاه کنی؟ یه تایم زون اقتصادی، یه تایم زون اقتصادی بگو، یا 2 تا اصلا. 2 تا تایم زون اقتصادی میشه 16 ساعت. 16 ساعت چند تا یه ربع؟ 16 ضرب در 4 میشه چقدر؟ 48. پس اینو میذاری 48 چون تو دلت میخوای که 2 تا تایم زون اقتصادی گذشته رو نگاه کنی. این میشه 48. تایم فریمتو میکنی نیم ساعته، میکنی 1 ساعته. ببینم شما میخوای 1 ساعت کار بکنی، برای تایم فریم 1 ساعته میای 8 ساعت قبل رو نگاه میکنی، یا اینکه میری 2 روز قبل رو نگاه میکنی، 3 روز قبل رو نگاه میکنی، چند روز قبل رو نگاه میکنی تو تایم فریم 1 ساعته که روند ببینی کدوم وری بوده. 8 ساعت؟ نه، ساعتو که دیگه نمیری ساعت نگاه بکنی که. میخوای 1 ساعت ببینی روند تو تایم فریم 1 ساعته چطوری بودی، میگی 1 روز قبل، 2 روز قبل رو میرم بررسی میکنم. درسته؟ 1.5 روز قبل رو میرم بررسی میکنم، چون روند بلند مدته. وقتی من 1 ساعته میخوام کار بکنم میبینم آقا 2 روز قبل وضعیت بازار چی بوده، نسبت به اون روند رو به دست بیارم. اگه من الان اینجا اینو بذارمش مثلا 8 بذارم، چی میخواد؟ 8 نه، مثلا 12 ساعت قبل روند من نمیده که. اینا میشه خودش میشه با این نمودار میره بالا میاد پایین. من وقتی که میخوام روند به دست بیارم، حداقلش باید برم نگاه بکنم که آقا جون 2 روز قبل چجوری بوده، یا 1.5 روز. یا آقا اینو میذارم 36 ساعت قبل، ببینم 36 ساعت قبل روند بازار چطوری بوده. میگم این روند 36 ساعت قبل بازار. الان متوجه شدین؟ اصلا یادداشت کن، بنویس تایم فریم M5 و M15. M5 M15 8 تا 12 ساعت قبل روند بررسی می شود. 8 تا 12 ساعت قبل روند بررسی می شود. ببین برای M5 باید اینجوری بنویسیم. ببین اینجوری میشه ها. گوش کن ببین. اگر میخوام M5 بنویسم، من میخوام 8 تا رو در نظر بگیرم. 8 ساعت ضرب در هر ساعت چند تا 5 دقیقه است؟ 6 تا. هر ساعت 12 تا 5 دقیقه است. 12 تا 5 دقیقه. پس 8 ضرب در 12 میشه. میخوام 6 ساعت رو نگاه بکنم، میگم 6 تا 12 تا. میخوام 3 ساعت قبل رو نگاه بکنم، میگم 3 تا 12 تا. این میشه تایم فریم M5. حالا اگر تایم فریم من 15 باشه، چجوری میشه؟ میگم آقا تایم فریم M15، من میخوام 8 ساعت قبل رو بررسی کنم. 8 ساعت میشه چند تا 15 دقیقه؟ هر ساعت 4 تا 15 دقیقه است. 4 8 تا 32 تا. 6 تا میخوام حساب بکنم، 6 ضرب در 4. 10 ساعت ضرب در 4. اینو شما تشخیص میدید. خب می‌نویسید تایم فریم MSC و M1. تایم فریم MC و M1. حداقل 24 36 یا 48 ساعت گذشته. تایم فریم H4. بله؟ H1 و MSC. MSC H1. MSC H1 نیم ساعته 1 ساعته. الان نوشیم تایم فریم H4 4 ساعته. حداقل 5 روز قبل را باید بررسی کنیم. تایم فریم دیلی، روزانه.
21 36 48 21 36 48 یک کدوم از اینا رو واسه یه تایم فریم دیلیت میگیم. یعنی چی؟ یعنی منی که میخوام برم کندل کار کنم، کندلی میخوام برم کار کنم، میخوام طلا کندلی کار کنم، روزانه دیلیه. میگه آقا من میخوام برم دیلی بررسی بکنم، اینو میذارم 21 روز قبل، یعنی یک ماه گذشته، 22 روز قبل، یک ماه گذشته روند چیه؟ میگه آقا یک ماه گذشته این روندته، روندش یک ماه گذشته این. میگی خب بسیار خوب، اینم که مووینگامه. سلام علیکم آقا جون، از کجا؟ میگم آقا از اینجا که قیمت افتاده تمام سلا رو بگیر. میگه آقا میخوام طلا کار بکنم، طلا رو میگی دیلی میخوام، H4 میخوام کار کنم. میگم بسیار خوب، برای H4 باید بیای 5 روز قبل رو بررسی کنی، 5 تا روز قبل، هر روزم 6 تا میکنه 30 تا، درسته؟ 6 4 تا 24 تا میشد دیگه. بفرمایید این میشه روندیاب من در 4 ساعته طلا. میگه دیلی میخوام کار کنم، میگم آقا دیلی 36 میتونه چند باشه؟ یا 21 باشه یا 36 روز گذشته. میگه آقا 21 روز گذشته. بفرمایید این وضعیت طلا تو 21 روز گذشته. از اینجا به بعد، از اول ماه گذشته آقا طلا بای بوده، من چیاشو بگیرم؟ میگه آقا فقط باید بایاشو بگیری. یه بای اینجا میگیرم، یه بای اینجا میگیرم، یه بای اینجا میگیرم. میگه آقا کندل چه درد من میخوره؟ کندلی به چه درد من میخوره؟ میگه آقا کندلا داره جلوتر بهت سیگنال میده دیگه. مگه ما روز یک شنبه نگفتیم که آقا اینها 1 2 3 این سه تا مگه نمیشه این ستاره صبحگاهی؟ سه تا میشد ستاره صبحگاهی. این قبل از این که این تقاطع اتفاق بیفته بهت داده، سلو بهت داده. میگه آقا این سل کی به من داده شده؟ میگم اینها. ببین یه نفوذی که اینجا داشتی، یه دونم اینورتد، همه یه دونم شوتینگ استاری که زده واسه بهت داده، سلو بهت داده. میگه این بای کی به من داده شده؟ میگم این بای اینها، این دوتا، این هارامی که اینجا زده، این بای اینجا رو واسه مشخص کرده. شما اوردرتو کجا گذاشته بودی؟ اوردرت اینجا بوده، تو این نقطه. اوردرت گذاشتی، هارامیتو دیدی، اوردرت اینجا بوده. اوردرت کی باز شده؟ دقیقاً این تقاطع که خورده اینجاها باز شده، افتادی تو تقاطع، الهی بمونه تو بریم بالا. حالا سوال میپرسن بچه‌ها آقا چقدر در من این تک پروفیتو بذارم؟ اندازه هارامین بذارم یا میتونم بیشتر بذارم؟ میگم هارامی رو دیدی، تقاطع رو دیدی، قیمت همین بالاه، تا میره تو برو باهاش. این هم هست. جواب سوالتو گرفتی جناب. تشکر استاد زر کامل. پس ببینید ما در مورد مووینگ اوریج ها، حالا یه چیز دیگر هم بهتون بگم. میگه آقا من الان اینجا تایممو بکن 1 ساعت. میگم بفهم 1 ساعت. میگه آقا میشه یه فرکتال هم بندازی؟ میگم اینم فرکتال. ببین فرکتال هم واسط میندازن، اینم فرکتال. خب فرکتالمونم یه رنگی بکنیم دیده بشه. این فرکتال. شما این فرکتالایی که میزنه کدوم فرکتالا رو برات میگیری؟ کدوم فرکتالا؟ ببین تو این مسیری که اینجا، این مسیری که اینجا هستش، کدوم یکی از این فرکتالا رو میگیری باهاش معامله میکنی؟ میگی آقا روند نزولی، سیگنال نزولی، پس هر چی فرکتال سله رو من میگیرم باهاش معامله میکنم. میگی بایا چی؟ میگی ولش کن، بایا همشون فیله. گرفتین چی شو؟ اول روند صعودیه یا نزولیه، در مسیر صعود یا نزول سیگنالای بای گرفت. مسیر صعودی فقط سیگنالای بای، مسیر نزولی فقط سیگنالای سل. حالا این سیگنال یا فرکتال بهت میده یا تقاطع مووینگ بهت میده. ببین چقدر در عوض شدی نسبت به اون خامی فرکتال خالی. تازه ما فرکتال خالی رو گفته بودیم با چجوری استفاده بکنیم. این شد داستانی که ما داریم. حالا سوال بپرسید، سوالاتون رو جواب بده. فرض کن طلا 15 دقیقه می‌خواستیم معامله کنی. امروز می‌خواستی طلا 15 دقیقه معامله کنی. روند چیه؟ صعود. سیگنال صعود. هر چی بهت بای میده رو میگرفتی. فقط بایا رو میگه. اصلا سلا رو کاری نه، فقط بایا رو میگرفتی. فقط بایا رو بگیر. جواب میده.
بیا آقا سلاش، میگی سلا رو ول کن. حالا جناب باقری جواب منو بده. باقری، جناب مهندس باقری، جانم. حالا الان فرکتال کار کردن بهتره یا اون موقع میشستی کار میکردی؟ حالا استاد من هر جلسه که میگذره میگم کاش همه اینا رو همون جلسه اول میریختی تو مغز من، بعد الان دیگه کامل بوده. بابا ما 3 ساعته داریم یه مووینگ اوریج بهت میگیم. کل مووینگ اوریجی که تدریس میشه تو کل ایران بری بگردی تدریس میشه واسهتون در حد 2 تا برگه A4. مفهومی نمیفهم از مووینگ اوریج کارش چیه. خیلی کارایی داره. اینی که میگم با من حرکت کن به خاطر اینه. جناب دقیقی بفهمید. استاد ببخشید الان استاپ لاس رو میامدیم روی لوها تنظیم میکردیم. آفرین روی لوها میای تنظیم میکنی. یا اینکه یه کار قشنگتر هم میتونی بکنی، فرکتال به فرکتال لو بذار، استاپ بذار. میبینی فرکتالا رو توی این مسیر زده، فرکتالا رو میتونی هر کدومش بگیری استاپ لاسه. میگه آقا اینجا استاپمه، اینجا استاپمه، اینجا استاپمه. ببین اینجوری اوردر اینجا باز شده. خب نه این قرمز رو بیارمش پایین. ببین اینجا رو بذار کنار. اینجا اوردرت باز میشه. اینجا اوردرت باز شده. ببین اینجا اومده کلوزی بالا. ببین تا کندل بسته نشه نمیتونی وارد چی. کندل بسته شده دهانه باز شده. اینجا اومدی تو. میگی استاپم کجا بذارم؟ میگم آقا استاپتو ببر اینجا. اینجا میشه استاپه. باز قیمت میره بالا، قیمت رسیده اینجاها. میگی استاپم کجا باشه؟ میگی نه آقا این استاپو میگیری از اینجا میاری میذاری این زیر. با قیمت رفته رسیده اینجاها. استاپ هم کجا میشه؟ میگه آقا استاپ میشه روی این فرکتاله. میگه قیمت آقا هنوز رفته رسیده این بالاها. استاپ کجا میشه؟ میگه این فرکتاله میشه. این فرکتالایی که این پایین میزنه. این فرکتالا همشون نقش استاپ لاس رو داره واسه. تا کجا؟ تا موقعی که روند عوض میشه. اینجوری خیلی بهتر میشه. آره اینم میشه استفاده که از فرکتال میتونید بکنید. فرکتال الان هم ببین فرکتال 2 تا نقش داره. هم خودش معامله میشه کرد باهاش، هم میتونه نقش استاپ لاس رو بازی بکنه. نمیداره بیت کوین، این BTC. یعنی الان بیت کوینی که هستش رو همینجا میخوایم ببینیم توی تایم فریم 1 ساعته بیت کوین، میخوایم ببینیم اینجا چی کار بکنیم. من الان اینجا یه دونه تنظیم میکنم. ببینید یه مووینگ اوریج میندازم، مثلا 5 رو میذارم واسه اوپن گرفتن، سیمپل میذارم، کلوزمو میذارم روش، رنگشو زرد میکنم. اوکی این است. بعدی رو میام میندازم من. ببین اول همینطوری سعی و خطای خواه. بعدی رو مثلا میخوام بذارمش اصلا 10. دلم میخواد بذارم 10 ها. هیچ توجیهی نداره. اصلا میخوام بذارم رو خود کلوز. 10 کلوز میخوام بذارم، نمیخوام 10 اوپن بذارم. اینم میذارم 10. میام نگاه میکنم میبینم آقا خیلی تو رفتگی الکی داره. میگم بذار این 10 رو یه مقدار کمترش بکنمش 8 بهتر میشه. میکنم 8 میبینم این تکون تو هم رفتگی کمتر میشه. میبینم نه نمیشه. میگم پس بذار این 8 اینو همون 10 بذارم، مثلا به جای 10 میذارمش 13. اوکی اینم حالا 13 که گذاشتم میگه حالا این یه خود تو رفتگی اینجا داره، بیا اینو اصلاحش بکن. این 5 رو میکنمش 8 این دفعه. اوکیش میکنم. ببینم تو رفتگیاش کمتر شد. میگم بیا این شد نمودار این دوتا. یا حالا بریم روندش رو پیدا بکنیم. روند رو چند بندازیم؟ روند رو بهتون فرمول دادم، گفتم روند رو چند باید بندازیم. نمودارمون اچیه که میخوام ببینم تو 24 ساعت گذشته وضعیتش چی بوده. 24 ساعت گذشته وضعیت چیه؟ اینم نسبت به 24 ساعت گذشته. خب 24 ساعت گذشته زیاد داره بازی در میاره، میکنم 48 ساعت گذشته. ببینم تو 48 ساعت گذشته چی بوده. 48 ساعت گذشته باز بهتر داره بهم جواب میده. تکلیفم باهاش روشن‌تره قیمت. همین. شد نمودار بیت کوین. حالا بشین باهاش معامله کن. اینم از این موضوع. سوالی اگر هستش بفرمایید، اگر نه که بسته. واسه امروز بسته به نظر من دیگه. من چون بعد برم بقیه رو بگم برم توی بولینگر بند و اینا دیگه حسابی خودشون سرگرم چی میگه گیج میکنن.